ما در این مورد موضع رسمی اتخاذ کردیم. خب این هیچ مبنایی نداره. یکی از کارهایی که آمریکایی انجام میدن مبنا تراشی برای اقدامات خلافشون در سطح بین المللی است. اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل نداره، صرفاً اعمال قوه قاهره است، قلدرمآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است، استناد به چیزی است که خودش از لحاظ حقوق بین الملل یک جرم محسوب میشه. این که شما استناد بکنید به قوانین داخلی برای ارتکاب یک جرم بین المللی به هیچ عنوان مشروعیت دهنده به اون اقدام نیست. اقدام آمریکا مصداق واقعی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریاست و قبلا هم من عرض کردم اگر این قانون شکنی ها باب بشه و تبدیل بشه به روند، همه کشورها، کل جامعه بین المللی ازش متضرر میشه. بنابراین اینجا یکی از مواردی است که همه دولت ها و نهادهای بین المللی واقعا باید اقدام آمریکا رو محکوم بکنن به عنوان یک اقدام خلاف بین المللی. ایلنا